بگم چقدر این فروشگاه‌های مطرح دارن عسل تقلبی میفروشن. فقط مافیاست. من اگه بخوام لو بدم فردا باید من 25 ساله تخصص اصلی من عسل شناسیه. رفتم آموزش‌های بین‌المللی شد دیدم، خیر سرم مدرک از ایتالیا گرفتم، از سراسر کشور برای من نمونه میفرستن که من تشخیص بدم این عسل طبیعیه. بعدم چه نوع عسلیه، آویشن، گشنیز، کناره و همیشه دارم هرس میخورم که آقا صنعت تقلب یه قدم از ما جلوتره. انقدر خوب دارن عسل تقلبی رو تولید میکنن که جرأت میکنه برای من میفرسته. طرف برداشته با 1000 آیه و قسم برای من فرستاده، منو میشناسه، میدونن نمیتونن عسل رو تو پاچه من بکنن. اسمم روش گذاشته آویشن استقدوس. وقت برمیدارن برای من میفرستن، شما فکر میکنید به شما رحم میکنن؟ آقا عسلی که شفاست رو تبدیل کردن به سرطان و کوفت و درد و زهر مار دارن میریزن به جون مردم. بابا این عسل رو خیلیا برای مریض خرید میکنن میبرن. خدا شاهده این عسل تقلبی رو که برمیدارن با گلوکوز شیمیایی یا فراکتوز شیمیایی یا خیلی چیزایی بدتر از اینا میسازن، این عسل رو یه دیابتی بخوره باید بره بیمارستان. ایران بیش از 100,000 زنبوردار داره، زنبوردارای زحمتکش و دلسوز. زنبوردار واقعی پیدا کنید، عسل رو از اون بخرید. حتی اگه به زنبورا شکرم بده ولی زنبور اونو تولید کرده باشه، خدا میدونه اون مشکلی نداره، بهتر از همین قند و شکری که ما داریم میخوریم.